یک شهر کشاورزی در کره جنوبی به توجیکستان 53,000 نهال درخت میوه دهنده را با ارزش عمومی $192,000 انتقال داده است. قرار است این نهال ها بعد از سال نو وارد دوشنبه شود. خبرگزاری رسمی یونهپ کره جنوبی در خبر روز 14 دکامبر نوشت همکاری های کوپراتیو کشاورزی ولایت چخونبوک واقع در شهر اوکچخون بعد از یک سفر همسر و دختر پرزیدنت توجیکستان ایومالی رحمان به این کشور شروع شد. نهال های فرستاده شده بسته دوم است که از جانب کارپوراتیو کاریاگی به دوشنبه انتقال می‌یابد و در میان آنها 10 نمود نهال درخت میوه دهنده از جمله سیب و شفتالو و آلو و خرمای کاریاگی میباشد. بسته اولین نهال‌ها هفته گذشته توسط بندر اینچخان واقع در جنوب سئول فرستاده شد و قرار است در ماه ینور وارد توجیکستان شود. خبرگزاری رسمی یونهپ می‌نویسد سازش مربوط به انتقال نهال‌های درختان میوه دهنده ماه نوامبر در جریان بازدید همسر پرزیدنت توجیکستان عزیزماه رحمانووا و دخترش از جمهوری کره حاصل شده است. در خبر اسم دختر پرزیدنت آورده نمی شود ولی گفته شده است که بعد از چشیدن میوه های استحصال کره مزه آن مورد ستایش بانوان بلندپایه توجیک قرار گرفت. بعد بازگشت آنها به توجیکستان یک شرکت دولتی با کوپراتیو کاریاگی در تماس شده اینچنین از شهر اوکچخون و کوپراتیو استحصال محصولات کشاورزی دیدن کرده. شهر اوکچخون در یک سال 11.2 میلیون نهال درخت میوه دهنده آماده میکند که 70% بازار محلی را تامین می نماید.